به نام خالق هنر سلام. امیدوارم هر جا که هستین شاد و پیروز و سربلند باشین. به چنل ستارگان سینما خوش آمدین. امروز میخوایم راجع به بهرام رادان براتون صحبت کنیم. بهرام رادان متولد 8 اردیبهشت ماه 1358 در تهران، بازیگر، خواننده و تهیه کننده سینما و تلویزیون ایرانی است. او 2 خواهر و 1 برادر دارد و خودش فرزند آخر خانواده است. مادرش خانه‌دار و پدرش سرهنگ بازنشسته قبل از انقلاب است. رادان میگوید خیلی از آدم‌ها بعد از سربازی دنبال کار می‌گردند. من هم یکی از آنها بودم که بین آگهی‌های روزنامه دنبال یک شغل مناسب می‌گشتم. چشمم که به آگهی کلاس‌های بازیگری هیوا فیلم خورد، گوشی را برداشتم و بعد هم سر از کلاس‌ها درآوردم و 1 هفته از کلاس‌ها نگذشته بود که فرم انتخاب بازیگر یک فیلم سینمایی را پر کردم. در کلاس خانم ثریا قاسمی فیلمنامه شور عشق در سال 1379 به من داده شد که روی نقش کیان تمرکز کنم. نقشی که فکر می‌کردم 1-2 تا دیالوگ بیشتر ندارد، غافل از این که این یکی از 2 نقش اصلی فیلم بود. رادان در اولین حضور سینمایی‌اش در فیلم شور عشق شناخته شد، اما فیلم به فیلم به دانش سینمایی خود افزود و توانست فوت و فن بازیگری را بیاموزد، تا اینکه در 4مین نقش آفرینی‌اش در فیلم آواز قو کاندید دریافت تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد در 5مین جشن خانه سینما شد. اما مطمئناً بهترین و ماندگارترین نقش وی در فیلم سنتوری به کارگردان مرحوم داریوش مهرجویی سال 85 در نقش علی سنتوری سالهای سال این نقش را در حافظه تاریخ سینمای ایران ثبت خواهد کرد. بهرام رادان میگوید مدتی که در کانادا بودم 6 ماه متد اکتینگ آکادمیک خواندم، به خصوص در تئاتر به یادگیری شیوه‌های حفظ دیالوگ به زبان انگلیسی که مثل یک سد در زندگیم بود. می‌خواستم آن را بشکنم و فکر می‌کنم شکستم. بعد از آن یک فیلم مستند به نام رویای شهر در کانادا ساختم. در 13 فروردین ماه 1400 رادان با انتشار پستی در اینستاگرام خبر از آغاز رابطه با مینا موسوی طراح مد را داد. این زوج مراسم عروسی بهرام رادان در کشور فرزند این زوج داریم زودتر ازدواج کنیم. هم بچه‌ها داشتیم ولی هنوز مانده است. رادان در پاسخ به این فعلا برنامه‌ای برای رفتن ندارم. برای نقش آفرینی در فیلم‌های شمعی در باد در سال 1382 و سنتوری در سال 1385 در جشنواره‌های فیلم فجر شده است. آقای رادان از سال 1400 تا 402 ناصرالدین شاه را در سریال عاشقانه ایران کارگردانی حسن فتحی تصویر کشید و در فیلم‌های سینمایی علفزار، پولاریس، آرسنال و گلبسیار از فیلم‌های بهرام رادان تصویر در قامت تهیه کننده فعالیت کرد. بهرام می‌گوید اولین برند فیلم‌های مدرنی و پردازان و بعد هم یک شرکت امور مخابراتی، تا اینکه مدتی تبلیغات ممنوع شد و پس از آن با چرم مشهد همکاری کردم و در حال حاضر با برندی در یخچال سازی فعالیت می‌کنم و در حال حاضر امور تبلیغاتی شرکت کلور را انجام می‌دهد. بهرام رادان به شدت فوتبالی است. فرصت گیر بیاورد با رفقایش فوتبال بازی می‌کنند و یکی از استقلالی‌های 2 آتیشه است. هر جایی که صحبت از فوتبال و استقلال و پرسپولیس باشد، سینه‌چاک از استقلال طرفداری می‌کند. رادان در صفحه توییتر خود قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان را در کنگره آمریکا به اندازه لغو بردهداری یک رویداد تاریخی قلمداد کرد. اما پس از چند روز طی فشارهای امنیتی موجود، احضاریه‌ها و چاپ مداوم مطالبی بر علیه وی در روزنامه کیهان، مجبور به نوشتن نامه‌ای خطاب به مدیر مسئول روزنامه کیهان شد و توییت خود را نیز حذف کرد. پس از این بسیاری عامل نامه فرستادن وی خطاب به کیهان را تشدید فشارهای امنیتی دانستند. او در سال 2017 مشعل بازی‌های المپیک زمستانی 2018 را در سئول حمل کرد. او گفت خوشحال است که مشعل المپیک را حمل می‌کند و همچنین عنوان کرد حس خیلی خوب و عجیبی بود که توانستم این مشعل را حمل کنم و برای من یک لحظه تاریخی قلمداد می‌گردید. او برای ورزشکاران ایران آرزوی موفقیت نمود. بهرام میگوید موسیقی سنتی علاقه‌ام نبود، هنوز هم نیست. آهنگ‌های سنتی رو تک و توک میتوانم نام ببرم یا به خاطرم بیاورم که محبوبم باشند. شاید چون به این دلیل که اصولاً موزیک و فیلم توأم با غم را دوست ندارم.
رادان یک آلبوم موسیقی نیز تحت عنوان روی دیگر خوانندگی کرده است. مادرش میگوید دستپخت من را دوست دارد. البته همه دستپخت مادرشان را دوست دارند. بهرام هم مثل همه. بهرام همه غذاهای خوشمزه را دوست دارد، ولی مثلا قرمه سبزی را بدون لوبیا ترجیح می‌دهد. گفته می شود رادان از سهامداران کافه‌های زنجیره‌ای ویونا است، اما ویونای مرکزی او را تنها صاحب چند ویونا می‌داند. چیزی که درباره‌اش اتفاق نظری بیشتری هست، کافه 45 نفره در پاسداران است که اغلب میگویند این یک مال شخصی خودش است و اینکه سیگار کشیدن در این مکان ممنوع است. خب به پایان قسمت 5 رسیدیم. امیدوارم که از این قسمت نهایت لذت رو برده باشیم و برام کامنت کنید که دوست دارید در قسمت بعدی راجع به کدوم بازیگر خانم یا آقا صحبت کنم. لایک یادتون نره، ما رو سابسکرایب کنید و اینکه تا قسمت بعدی خدایا رو نگهدارتون.